امروز قراره چند تا کلیپ خفن از قبل و بعد از باشگاه رفتن آدما رو ببینیم. پس قبل از شروع ویدیو یادت نره که ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب کنی. بزن بریم. خیلی خب، بریم سراغ اولین ویدیو. 19 سالشه و 41 کیلوگرم هم هست. حالا زیاد تغییر دوچندانی هم نکرد، ولی خب در کل خوب بود. در کل خوب پیشرفت کرده. بریم ویدیوی بعدی. بچه‌ها شما هم صحنه رو دیدید؟ میرید باشگاه شیو کنید و برید. مایه زیر بغلتون رو بزنید. شما از این کارا نکنید. بریم ادامه ویدیو. حتما خیلی قراره خفن بشه. آخه داداش من، تو که اینقدر بدنت خفن شده، چرا دیگه شیو نمی کنی؟ موهای زیر بغلتو نمیزنی؟ مثلا گذاشتیم چی بشه؟ بابا بزن بره. حالمونو زدی به هم. بعدی بریم سراغ ویدیوی بعدی. One last try. I'm giving life one last try. چرا میرید باشگاه؟ چرا؟ بدم نیست ولی خب. بریم ویدیوی بعدی. اوه عالی بود. خیلی تغییر کرده و فوق‌العاده بود. بریم ویدیوی بعدی. این هم یک ویدیوی دیگه از یک بانو هست. بریم ببینیم که چی کار کرده. نه دیگه، نه، اصلا دوست نداشتم. اصلا دوست نداشتم. 0 از 10. بریم ویدیوی بعدی. واو، خیلی تو پرتر شد نسبت به قبلش. ادمین آیدی اینو برام بفرست. بریم ویدیوی بعدی. نگاه کن چقدر لاغره. چوب استکان. قاشق استکان. براوو فوق‌العاده بود. البته خب اینا همش دارو و استروئیدهای جانبی هستن. بریم ویدیوی بعدی. اوه
اوه این قراره فکر کنم خیلی تغییر کنه. بریم ببینیم که قراره چه کنه این پسر. I always come back. واقعا حرفی ندارم. ادوین چی پیدا کردی؟ بابا گفتم این تغییرات خفن. این چی گرفتی فرستادی؟ بنده خدا نظری نداره در مورد این. خودتون نظرتون رو در مورد ایشون توی کامنت ها بنویسید. و بریم سراغ ویدیوی آخر. خفن بود، خدایش خیلی خفن بود. و بذار یه بار دیگه من کلیپ رو ببینم. خب نوشته که اینجا 45 کیلوگرم بوده. بریم اونجا جلوتر. 20 کیلو اضاف کرده شده 65 کیلو و بدنش این شکلی شده. خیلی خفنه، خیلی خفنه. خدایش خیلی عالی بود. حال کردم. و حالا نوبتی هم که باشه نوبت کلیپ خودمه. حالا بیایید تغییرات خودم رو ببینید. من جدی میفرمایی؟ این اینایی که خدایش حال کردید. خودم از همهشون بهتر بودم. بذارید نشونتون بدم. بذارید نشونتون باور نمی‌کنید. بذارید نشونتون. حال کردی؟ خیلی خوب دوستان، کلیپ های ما به پایان رسیدن و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. پس نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید، لایک هم کنید و یه سابسکرایب هم بکنید دیگه. شما که تا اینجاشو پیش روید یه سابسکرایب هم بزنید تنگش بره. خیلی خوب، تا ویدیوی بعدی و ریاکشن های بعدی، خدایا رو نگهدار.